سلام. امروز راهی یکی از روستاهای مرزی آذربایجان شرقی شدیم. یک جای دنج بین کوه‌ها برای یک عروسی حسابی و پرهیجان. امروز زدیم به دل جاده و اومدیم به یکی از روستاهای مرزی استان آذربایجان شرقی. جایی از دل قره‌داغ با طبیعتی قشنگ، هوایی ناب و مردمی با صفا اومدیم برای یک عروسی حسابی. اصلا عروسی های روستا حال و های دیگه داره. صمیمیتشون، شور و هیجانشون، صدای ساز و رقص و خنده هاشون یک جور خاصی به دل میشه. مخصوصا اینجا در منطقه قره‌داغ، جایی که عروسی فقط یک مراسم نیست، یک جشن واقعی از زندگی پر از انرژی، عشق، غیرت و صفا. عروسی در قره‌داغ یعنی شور واقعی، ساز واقعی، حال واقعی. امشب مهمون دلهای گرم قره‌داغی. عروسی روستا ساده، صمیمی اما پر از حال خوب بین کوههای قره‌داغ. امشب جشن عشق برپاست. اینجا قره‌داغ هست، جایی که عروسی داشت از ته دل شده. صدای خنده، ساز و رقص عروسی به سبک قره‌داغ. امشب حال و هوای قره‌داغ حال دل ما عوض.